سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان. امروز میخوایم راجع به شرایط و در حقیقت ما در مباینامه شرایط پرداخت معامله رو باید چطور ثبت کنیم. ببینید دوستان، در زمان تنظیم مباینامه خب شرایط پرداخت باید به طور کامل ثبت بشه. معمولاً سه زمان رو ما برای پرداخت تعیین میکنیم. یک فی‌المجلس هست، یعنی اون مبلغی رو که در حقیقت همزمان با تنظیم مباینامه خریدار به فروشنده پرداخت میکنه. دو مبلغی است که در زمان تحویل ملک پرداخت میشه و مبلغ سوم مبلغی است که در زمان تنظیم سند و در دفترخانه پرداخت میشه. خب باید توجه کنیم، ببینید حتما باید تاریخ‌های تنظیم سند و تاریخ‌های تحویل به طور کامل و دقیق و حتی شماره دفترخانه باید نوشته بشه در مباینامه. چک ها باید دقیقاً همزمان و اون زمان باشن، یعنی اگر تاریخ تحویل ما یک زمانی است، اون چک و اون مبلغ هم دقیقاً در همون تاریخ بشه و در توضیحات چک به طور کامل نوشته بشه که این چک بابت مباینامه شماره فلان هست. و همچنین بحث تاریخ تنظیم سند، ما میاییم در دفترخانه و این رو بدونید باید کل ثمن معامله دریافت بشه، بعد خریدار و فروشنده اونجا سند رو با هم انتقال بدن. توجه داشته باشید که باید طوری ما اینها رو تنظیم کنیم در مباینامه که در تاریخ‌های تعطیلات این اتفاق نیفته. یعنی مثلا جمعه ما نمیتونیم سند بزنیم که، یا اگر هم تحویل هست چک رو اون وقت نمیشه پرداخت کرد. پس باید زمانهای غیر از تعطیلات باشه. توجه داشته باشین که این مسائل باید به طور کامل رعایت بشه که خدای نکرده نه خریدار و نه فروشنده هیچ گونه مشکلی رو نداشته باشن. انشالله نکات بعد رو در کلیپ های آینده خدمت همه شما عزیزان خواهم گفت. سپاسگزارم.